به سوی عبادت الله تعالی و پرستش الله تعالی تمام کائنات، نه فقط انس و جن، تمام کائنات میخیرامد، میل دارد. الله تعالی در سوره حج میگوید که الم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض. تو مگر نمیبینی که به پیغمبر صلی الله علیه و سلم الله تعالی میگوید به الله تعالی تمام آنهایی که در آسمان ها هستند سجده میکنند و تمام آنهایی که در زمین هستند سجده میکنند. بعد مثال آورد و الشمس و القمر و النجوم، اینا آنهایی که مثال از آنهایی که در آسمان هستند. آفتاب، ماهتاب، ستاره ها به الله تعالی سجده میکنند. و الجبال، ایناش آن چیزی که در زمین است. و شجر، درخت ها. و الدواب، چارپاها. و کثیر من الناس، و بسیاری از آدم ها، همه آدم ها نه، بسیاری از آدم ها به الله تعالی سجده میکنند. و کثیر حق علیه العذاب، و به بسیاری دیگرش که سجده نمیکنند به آنها عذاب الله تعالی میفراید، آنها مستحق عذاب الله تعالی هستند. و من یهین الله فما له من مکرم، کسی را که الله تعالی خوار کرده است او را اکرام کننده نیست. ان الله یفعل ما یشاء، الله تعالی هر چیزی که خواست میکند. این آیت دلالت میکند که کائنات به سوی الله تعالی میل دارد.